گاهی یه شب عادی میتونه تبدیل بشه به شبی که همه چیز رو برای همیشه تغییر میده. این اتفاق ساعت 2:17 بامداد روز 28 تیر ماه 1399 در اهواز افتاد. اون شب هوا گرم و شرجی بود. خونه ساکت بود. همه خواب بودن. یهو مادر فاطمه از خواب پرید. دلشوره عجیبی داشت. احساس میکرد انگار یه چیزی اشتباهه. یه چیزی سر جاش نیست. بلند شد ولی چراغا رو روشن نکرد. رفت سمت اتاق دخترش فاطمه. دختر 16 سالش. در اتاق نیمه باز بود. نور راهرو فقط سایه تخت رو نشون میداد. در رو هل داد و وارد شد. دید تخت خالیه. گوشی فاطمه به شارژ بود. دمپاییاش همونجا کنار تخت بودن اما خودش نبود. مادرش فکر کرد فاطمه رفته دستشویی، ولی وقتی همه جای خونه رو گشت و دید هیچ اثری از فاطمه نیست خیلی نگران شد. شوهرش و پسرش رو صدا زد. علی، سهیل، پاشید فاطمه نیست. اونا بیدار شدن. درها و پنجره ها رو چک کردن. همه در و پنجره ها بسته و قفل بودن. هیچ نشونه ای از خروج وجود نداشت. ساعت 2:44 بامداد پلیس اهواز تماس دریافت میکنه و سهراب خودش رو به محل میرسونه. اون شب کوچه خیلی شلوغ شده بود. همسایه ها از پنجره ها تماشا میکردن اما هیچ کس هیچ چیز مشکوکی ندیده بود. صبح روز بعد تحقیقات شروع شد. فرضیه ها یکی یکی اومدن و رد شدن. عده‌ای میگفتن نکنه خودش میخواسته از خونه فرار کنه، اما پدرش میگفت فاطمه هیچ مشکلی با هیچ کسی نداشت. اگه میخواست فرار کنه حداقل موبایلش و کیفش رو میبرد با خودش. پلیس هم میگفت این دختر هیچ پیام یا تماس غیر معمولی دریافت نکرده برای هماهنگی فرار. 2 روز بعد تو منطقه عین 2 یه پیرمردی صدای خیلی ضعیف گریه یه دختر رو میشنوه. میگه انگاری که یه دختر درخواست کمک میکرد. وقتی که پلیس و مردم میرسن اونجا میبینن که یه خرابه قدیمیه اما هیچ کس اونجا نیست. اونجا فقط یک شال آبی کمرنگ که متعلق به فاطمه بود پیدا شد، ولی باز هم هیچ رد و هیچ شاهد و هیچ نشونه و هیچ تصویری از فاطمه پیدا نشد. و حالا 4 سال گذشته. خونشون هنوز همونجاست. اتاقش همون شکلی مونده و مادرش میگه من هر شب در اتاق فاطمه رو نیمه باز میذارم. شاید یه شب همونجوری که بی صدا رفته بی صدا برگرد. هیچ کس نمیدونه اون شب برای اون دختر چه اتفاقی افتاد، ولی یه چیزی الان واضحه. همه ناپدید شدنها فرار نیستن. بعضی هاشون یه راز تاریکی دارن که هنوز هیچ کسی بهشون پی نبرده.